ماشین صندوقدار قهوه‌ای تسلیم ماشین پلیسی که پشتش بود شد و کنار جاده وایساد. یه شب تاریک وسط ناکجا آباد بود و افسر کهنه‌کار داشت یه پلیس تازه کارو میبرد به اولین گشت شب و احتمالاً نوشتن جریمش. اون ماشین داشت زیر 20 تا میرفت و تارگت خوبی براشون بود. ببین، الان که استعلام پلاک ماشینشو گرفتیم، راننده باید اسمش فرد هال باشه. یه مرد سفید پوست، موهای قهوه‌ای، چشمای قهوه‌ای. اوکی، برو ببینم چی کار میکنی. فقط دقت کن. باید گواهینامه و مدرک ماشینشو بگیری. همینا رو فقط. برو بگیرشون و برگرد. خودم میگم بعدش چی کار کنی. جین با لحنی دلگرم کننده اینا رو به پلیس تازه کار گفت. مضطرب بود ولی مصمم. اوکی، خیالتون راحت. بعد نفس عمیقی کشید و از ماشین اومد بیرون. جین با لبخند اونو نگاه میکرد. یادش به اولین گشت خودش افتاده بود که ماشین ها رو تو تاریکی نگه میداشت. با غرور پلیس تازه کارو که چراغ قوه‌شو به دست گرفته بود نگاه میکرد. یکم حرف زد، بعد نورشو گرفت رو صندلی عقب. بعد سمت راننده سرشو آروم چرخوند و کمی صحبت کرد. هرچند لبخند افسر محو شد. پلیس تازه کار داشت دست خالی برمیگشت. سریع اومد و درو بست. رنگ از صورتش پریده بود. چی کار میکنی پسر؟ مدارکش کو؟ سرش داد زد ولی اون حتی نگاهش هم نکرد. باید بریم. حالا. تنها چیزی که گفت همین بود. انگار بدنش از ترس فریز شده بود. معلوم است چی داری میگی؟ نمیتونیم که ول کنیم بریم. جریان چیه؟ از چیزی ترسیدی؟ هیچ جوابی نداد. به ماشین قهوه‌ای نگاه کرد و دید رانندش همونجا نشسته. خیلی خوب، خودم این موردو هندل میکنم. تو نفس بکش پسر. از ماشین اومد بیرون. جین با چراغ قوه‌اش رفت سمت پنجره راننده که هنوز پایین بود. نورو گرفت سمت راننده و با جدیت گفت: گواهینامه و مدرک ماشین لطفاً. مرد آروم سرشو چرخوند و با مشخصات فرد هال جور بود. مو و چشمهای قهوه‌ای. ولی بقیه اجزاش مشکل داشتن. چشماش 2 کاسه خون بودن. انگار داشتن میترکیدن. پوست شبیه پلاستیک بود. دهنش از 2 طرف تا پایین چونه بریده شده بود. دستاش به فرمون ماشین چسبیده بودن. چندین سیم پیانو به هر کدوم از انگشتاش وصل بودن و داشت به فرمون میزد. یا خدا. مشکلی پیش اومده خانوم پلیس. با هر کلمه‌ای که میگفت فکش ترق ترق میکرد. بعدش دید که سیمای پیانو دارن از پشت سر مرد تکون میخورن. سیما رو دنبال کرد و دید صدها سیم دیگه رو صندلی پشتیه و همش به صندوق عقب منتهی میشد. ناگهان نور ماشین خورد تو صورتش و دید پلیس تازه کار دور زد و در کمال ناباوری بدون اون گاز داد و رفت. تفنگش رو کشید بیرون و ناگهان در ماشین قهوه‌ای باز شد. مشکلی پیش اومده خانم پلیس.